استراحتگاه کالتوش قرار داریم. برای شما یک برنامه تشکیل کردیم که استاد گرامی خطی یک پست کنیم و از کسبه استاد ما باخبر باشیم. دوستان عزیز، من سال چهارم است در همین استراحتگاه کالتوش کار میکنم. هر سالش همین استاد رو میبینم که در اینجا استراحت میکند. استاد همین باد و هوای همینجا بسیار با شما پسند است که 4 سال است که شما پی هم همین استراحتگاه رومید آمده استراحت کرده نمیگیرید. باد هوا نه فقط معقول است، پسند است، اینجا یک بسیار منظرهای خوب داره. اصلا تاجیکستان همش کوهسار است، لیکن جای هست که برای آدم‌ها بسیار پسند میاد. من 4 ساله قریب 15 سال شاید زیادتر اینجا میرم. یک کسالخانه بود و پیشتر تا سال 90 تا سال جنگ‌های شهروندی را اینجا می‌آمدیم و 3 سال پای هم کسالخانه بودیم. خیلی باید موضوع شد. حالا چندین ساله که اینجا میام فقط پاسو که کار نکرد سرانجام رفتیم. طبیعت اینجا بسیار زیبا است. ما راه رفتن همینجا از دروازه تا اون چهارخانه را بسیار نبود. یک شمال فوران، یک نسیم فوران بود. کیفیت برای ما همه هوا و آبش بهترین است. من اصلا آب خنک نمیخورم در وطن، در جای خودم، لیکن آب همینجا من چند پیاله آب خنک میخورم. برای بسیار معقوله، آب بسیار هضم کننده است. استادان ما خدمت 4 سال شد در اینجا کار میکنیم. مقصد شما رو میبینیم که هر سال استاد شما همینجا اومده دم میگیرید. زنده باش. باش استاد. با بغیر از این کارهایی که استاد دم میگیرد شاعر هستم. استاد همین مقصد اساسی شما چیست استاد؟ اگه شاعر رو علمای ایجاد کن اصلا در خدمت خلق هم میگه شاعر برای خود جمع نیسته و دیگر رو طلب دارد. من اصلا ژورنالیستم، شعر منویسم. 3-4 کتاب شعر دارم. این کتاب آخرین همه که فقط درباره زن است. برای چی در بحث زن منویسم؟ برای که زن بهترین آلیه است. آلیه مثل زن نه فقط مادر است، بلکه باید محبوب است، دلبند مرد است، رفیق آشنای دلینه امروزه مرد است. همیشه در پهلوی مرد است. برای موضوع اساسی من شعر من زن است. شاعر فقط درباره یک موضوع ندارد. شاعر پیشه داده درباره مادر، درباره پدر، خواهر و برادر، درباره طبیعت، زیبایی تاجیکستان. این تاجیکستان همین شاعر بزرگ میکنه. اصلا شاعر بزرگ میکنه. همین یک جایی که هیچی نیست همراه شاعر میتونه بابا برادر. یعنی که شاعر میتونه یک مایدر کلام میشه. شاعر میتونه یک تنگ با درجه وسیع میشه، یک چشمه خود دریا نشون میده و یک آب نهری مثلا مایدر یک بحر نشون میده. این وظیفه استعدادی شاعر داره. استاد تا شاعر ما شاعر بیشتر قدر شاعر ندانیم. شاعر اگه کسی که شاعری هر کس شاعر نمیشه، لیکن هر کس مخلص شعر میشه. اگر شعرخوان مثلا ذوق بلند از خودی داشته باشه نسبت به شعر، نسبت به شاعر، یعنی چقدر که خود ما میگیم که همین در شعر میخوام اخلاص پیدا میکنه. همین خیلی شعر درباره سمبوسا که مثلا پیامدی چقل که چقل کنه بشه مردم توسط اکتیار 14 همین اپریل از عالم گذشت در سن 76 سالگی. این شعر مشهور که در کینه میخونم. همین مال شما هست یا که مال من از شما زمان؟ همین شعر همین اصلا من در باره سمبوسا معنی سمبوسا گفتم، فقط معنی سمبوسا رو نداره. سمبوس
در یک شعر دیگه من بگیم سمبوسه مرا بوسه یاد است و خیال است. سمبوسه بیبوسه چی مول است چی مول است. گر بوسه سمبوسه وصال است وصال است. سمبوسه حلال است و یک بوسه حلال. الان برای ما ترانه یک سمبوسه داریم. دلم سمبوسه میخواهد، دلم یک بوسه میخواهد. این شعر درازه. دلم یک بوسه شیرین لبی بی‌غصه میخواهد. ز یک سمبوسه رخساری و هندو جوسه میخواهد. دلی من بوسه میخواهد، هم سمبوسه میخواهد. دلم در اشتیاق بوسه های گرم شیرین است. دلی من آشنای یار بی‌غوغای بیکین است. دلم لب تشنه سمبوسه گرم تنورین است. اگر من زنده ام از زندگانی مراد این است. دلی من بوسه میخواهد، هم سمبوسه میخواهد. تو را با بوسه و سمبوسه یک لخت میخوردم. من زنم میگه که تو را با بوسه و سمبوسه یک لخت میخوردم. به هر جای دلت میخواست میگفتی همه بودم. هزاران بوسه و سمبوسه میخوردم نشمردم. برای بوسه های جان تلاشی بودی بسپردم. این چه درازه. چرا ناصر گذشته صاحبی دکان سمبوسه گرفته لحم و روغن قوت درمان سمبوسه نمانده در دل سمبوسه ها ایمان سمبوسه. تو گویی میگذارد جان خود بر جان سمبوسه. بگوش میگرند و دل من بوسه میخواهد هم سمبوسه. این اون بسیار درازه. همین شعر ولی درباره زن گفتیم که درباره زن بیشتر می‌نویسیم در این کتاب ده. ما 5000 مصرع فقط درباره زن نوشتیم. همین کتاب ده 4826 تا بیت که هر یک 4 مصرعه. انا من مخصوصا گفتیم که فقط از لذت زن می‌نویسم. با شیرینی فقط من می‌نویسم. دیگرها می‌نویسم از هوس‌ها. من از جان و دل و تن می‌نویسم. ما البته که بسیار بعد می‌نویسیم درباره زن. با هم گفتگی که بسیار می‌نویسم درباره زنک‌ها. عطر قلم ادا شد در زاره زنک‌ها. چونکه زنک چی گویم پروردگار مرد است. از این سبب من و تو بیچاره زنک‌ها. از یک قبرغه ما گویا زن آفریدم. این در کتاب‌های من است که از یک قبرغه ما گویا زن آفریدم. کلاً خطا سنگر ما پاره زنک‌ها. پشتواره کردمشان، در پشت برد در کیف بردمشان. هر دل ولی نبودم پشتواره زنک‌ها. خوشروی نازنینم از ماه و مهر بالا. ما چی خنک زرد بیکاره زنک‌ها. زن تاکنم برای بالا برداشتیم. بی زن حیات نبود. زن مادر حیات است. یک عمر کاش جوبد گهواره زنک‌ها. اینجا بسیار تنجای بلند دیگه زنک برای درجه برای بخشنده حیات بنده. سری ندارد این دل، سری ندارد این چشم. ما رو بهشت باشد نظاره زنک‌ها. 100 بار گفت گوید طلعت بزاری زار. یک شاعری که عمر آواره زنک‌ها. شما بسیار همین زنک‌ها رو تعریف کردید. زنک‌ها رو تعریف کردید. من وقتی که کتاب بالا میخونم و میگن که یانگر بسیار تعریف کردید. باید که کار خودش نمی‌نویسن. نمی‌شه بنویسن. استاد جان همین بخشش چی شد که همین شما مقصد که همین شویر شدین همین کسبه را پیش گرفتین؟ پدر ما شعر می‌نویسد. پدر ما شعر می‌نویسد. هر یک چیز اولادن کم می‌کشد. شعر می‌نویسد ولی من با طلبات شعری حاضر جوابو نبود. شعر بسیار یک قانونی وزنی دارد. هر کس شعر نوشته نمیتونه. گفته میتونه که شعر قالب دارد، وزن دارد.
Adamın kulak gibi olmadı, benim meşhur. Şey, mesela bu bana bir kofiya, bu tanımsızdır. Şey, mesela bu koyda konuyu ya doğru ki relatif ne kadar söylüyor. Ya bana bir okey. Amin. Agar dar khun dar zohiri odam yachi namusha yoki adamın ilmi şey xabardor namushi şöyle nemiشه. ما اندک علمی شعر میدونیم از مکتب شعر زبردشتگی برای همین ما همین شعر بگیم مثلا ما شعرهای حجمی همین کتاب ولی گفتیم همین هم زن وصل میکنه دوستانی مرد وزنه دوستانی مرد وزن هم تنقید ایجاده هم کنایه هم ترغزه هم مثلا میشد بالا میمد میگیم زنه که اندک مسخره هم میکنه زنه که سیرگپا زنه که مثلا کچ پرشره زنه که میخواهد زنه که زنهای خوب و چهره مثلا چهره هاشون زیبا و دلکش و ستاره گرم و اینا را خیلی تعریف کرده گره اصلا این شعری چی داره؟ عجبی لیکن یک چند مصره میخوندم ولی برای شما اینو جدیان واقعا هم زنه که تعریف میکنه اینجا تا این اگه یک مواد کنم همش اندک حج داره اندک توصیف میکنم اینجا شاید بوده که مشکی تنو پیراهن و گیسوی تو بس یک کاسه شیر برفی روی تو بس محتاب شود تمام به عالم بگرفت یک شام مرا ماهی دو ابروی تو بس یک شام مرا ماهی دو ابروی تو بس دیگه در کل نظر بود است که در قد نهال تو شکست نرسد همونجا میبینی همون دختره همون دلبره که همون زن زیبا رو ما میبینی که در قد نهال تو شکست نرسد برای که دلش بودش بریده چشمی غرض برای قصد نرسد در بند میان نازک خیمچه تو جز دست حلال بنده دست نرسد همین شاید هم دیگه تو میگه ای لاله تر بادام لبان تر تو شهد شکر موی تری شاندیده سرد قدر توری شب میدریز باران سحر نگو شاید که شدی بین که تصویرها بیاره میوری بعد اگر دیگه باشه ولی دیگه من یا شعر میخونم برای چی؟ برای حضرت جناب شورید در کاری نامه به نام یک کس ده این کدام کسی هست اینا میتونه هر کس برای خودش بخونه هر زنی هر محبوبه که محبوب دلش با فریب میکنه تو من میشه برای اموایی من زنگ زدم 100 بار تلفن تو نمیگیری ای دلبری دل آزار تلفن تو نمیگیری در یک نگاه اول من چهره گل دیدم بلکه بوده تو خار تلفن تو نمیگیری گفتی که فقط از من عشق سر میخواهی من تشنه این گفتار تلفن تو نمیگیری در عهد وفادارم دیوانه نپندارم چشمم طرف تو چار تلفن تو نمیگیری مو از خسکی ها نه دلداده مستحکم دلداده ناتکرار تلفن تو نمیگیری گفتی لبی باغایم رفتم نبودی اونجا معقول نشد این رفتار تلفن تو نمیگیری بیهوده قسم خوردی با جان جوان خود دیگر نکنین تکرار تلفن تو نمیگیری میدونی هزاران کس زاری گپی من هستم میدونی هزاران کس زاری گپی من هستم نازی تو بسیار تلفن تو نمیگیری رفتار تو برقصدی تو از دیگری هستی مردانه بیشو اقرار تلفن تو نمیگیری بار اول دیدم افسوس نسنجیدم یا که شده بیمار تلفن تو نمیگیری بخشش
امجاش عجایب ایده بخشیش ولی یک گپ در گوش تو میگویم بیشهوری یا شدور تلفن این نامه به نام تو از عاشق زار توست بشوخی بگو این بار تلفن تا نمیگیری شما دوستان با برنامه ما هزاران تشکر میگویم که گپ ما رو رد نکردیم وقت جدا کردیم برای ما استاد هزاران تشکر استاد باشید باشه ما آدم که شعر نام ببینم مخلص شعر از بفهم شعر برسد نه ما قدر شعر میرسد میخونم ما اصلا هیچ وقت من میگم که تلویزیون شغلای من دورا میگم من نمیرم بله استاد ولی که نازم میبینم میشه تاجدین چند بار میگه بیام گفتم شعر کنم من نمیخوام ما دامای فرهنگی تو که ناز خدمت میرسونی در میشه ما گفتره گرفتیم استاد باشید دوستان عزیز هم صحبت داشتیم با من اکای یورابک مومینوف سلامت باشین دوستان ما رو دستگیری کنید ما با شما ویدیوی خوب پیشکش میکنیم سلامت باشین